الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه متفق عليه. حدیثی را که خواندم ابو هریره رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت می‌کند. فرمودند رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین، شما سبقت نکنید رمضان را به روزه گرفتنی یک روز قبل یا دو روز قبل، یعنی قبل از رمضان یک روز دو روز قبل روزه احتیاطی نگیرید. روزه شکی برش گفته می شود، یعنی احتمال است که رمضان باشد یا نباشد، به خاطر از او احتیاطاً روزه میگیرند. الا رجلا كان يصوم صوما فليصم، از امی امر مستثنا است، از اینکه یعنی قبل از رمضان یک روز دو روز قبل روزه بگیرد. از این شخصی مستثنا است که او بالایش روزه است، یا روزه نفلی که عادت داره یک روز روزه میگیره روز دیگری میخورد، یا این که روزه های دوشنبه و پنجشنبه را عادت دارد میگیرد، یا این که روزه فرضی بالایش است، برابر است که از رمضان قبلی قرضی بالاش مانده، یا این که روزه کفاره است یا روزه نذری است. پس این شخص روزه خود اتمام کنه و روزه بگیرد، اشکال نیست برای از این. اما شخصی عادت نداره احتیاطاً قبل از رمضان ایام شک را روزه میگیرد، این در حقیقت رسول الله صلی الله علیه و سلم را مخالفت کرده. در سنن ترمذی روایتی از عمار ابن یاسر رضی الله عنه میارد که فرمودند کسی که روز شک را روزه میگیرد در حقیقت ابوالقاسم را مخالفت کرده. ابوالقاسم یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم را. پس ما باید مطابق گفتار رسول الله صلی الله علیه و سلم و همچنان مطابق کردار رسول الله صلی الله علیه و سلم ماه رمضان را استقبال کنیم و روزه بگیریم. عادت رسول الله صلی الله علیه و سلم در رمضان چی بودن و چی طریقه روزه ماه رمضان را اثبات میکردن و میگرفتن؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند، حدیث در صحیح بخاری و صحیح مسلم میآید اذا رأیتموه فصوموا. یک طریقه اثباتی رمضان همیست که وقتی که مهتاب رمضان را دیدید روزه بگیرید. و باز و اذا رأیتموه فافطروا، وقتی که مهتاب ماه شوال را میبینید باز روزه خود افطار کنید. اگر چنین چیزی میسر نشد، طریقه دوم چی است؟ فان غم علیکم، ابر بود، مشکل بود، مانعی بود، نتوانستیم ماه رمضان را ببینیم یا اینکه ماه شوال را ببینیم، هر دو را امکان نبود، فان غم علیکم فاقدروا له، پس شمار کنید. رمضان قبل از رمضان ماه شعبان را شمار کنید، 30 روز تکمیل کنید و بعد از او در رمضان داخل شوید روزه بگیرید. و اما رمضان اگر دیده نتوانستید مهتاب شوال را 30 روز تکمیل کنید و بعد از او افطار کنید. و این روشی رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. پس اگر ما خودمان نتوانستیم هلال دیده، یعنی مهتاب نمیتونه، هر شخصی به خصوص در وقتی ما دیده نمیتونه، چی کاری کنه؟ پس این اشخاص تابع دولت ها هستند، به خصوص دولت های اسلامی الحمدلله در اکثر کمیته های هلال دارن، لجنه هلال دارن. لجنه هلال اینها می کمیته های هلال وظیفه دارن، اینها از طریق دوربین های پیشرفت یا اینکه در مناطق بلندی بالا میشون اونجا کوشش میکنن که مهتاب را ببینن. پس هر یکی از اینها، یک مسلمان اگر دید، شاهدی داد، همه اهل دولت بالایشان فرض است که روزه بگیرن. اما دولتی که چنین کمیته وجود نداشت، اونها تابع دولتی که چنین کمیته داره، تابع از اونها خود گردانده روزه را موافق از اونها بگیرن. و نباید در روزه یک عملی بزرگ است، رکنی از دین است، در این روزه مخالفتی امر رسول الله صلی الله علیه و سلم را داشته باشیم. به خصوص بعضی ها به لباس زهد و تقوا و صوفیگری داخل میشوند، یک روز قبل از رمضان، دو روز قبل از رمضان اظهار زهد میکنن و در حقیقت مخالفتی امر رسول الله صلی الله علیه و سلم را انجام دادن. و مخالفتی امر رسول الله کاری ساده هم نیست. آیات قرآن کریم میفرماید فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. باید در حذر باشند آنانی که مخالفت امر رسول الله صلی الله علیه و سلم را انجام میدهند. از چی در حذر باشند؟ از اینکه فتنه‌ای برشان برسه. فتنه چی؟ فتنه‌ای در مالشان، فتنه‌ای در جانشان، فتنه‌ای در اولادشان، فتنه‌ای در ایمانشان. فتنه‌های زیادی بالای از این خطر است که برش برسد.
او یصیبهم عذاب علیم، یا اینکه عذاب دردناکی سوزنده‌ای برش برسد، چی در دنیا و چی در آخرت. پس مخالفت امر رسول الله کاری ساده ای نیست. کوشش کنیم که روزه را موافق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بگیریم و کدام مخالفتی از ما صورت نگیرد. بارک الله فیکم و الله تعالی روزه ایتان را قبول کنه و توفیق بده که ماه مبارک رمضان را به درستی بتوانیم روزه بگیریم.